روزه رکنی از ارکان اسلام. روزه چهارمین رکن اسلام است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اسلام بر 5 اصل بنا نهاده شده است و از آن جمله روزه رمضان را ذکر می‌نماید. روزه ماه مبارک رمضان بر هر مسلمان بالغ عاقل دارای توانایی و مقیم واجب میباشد. رمضان با دیدن هلال ماه رمضان به وسیله چشم غیر مسلح یا توسط ادوات نوین قابل اثبات میباشد و در صورت عدم رؤیت هلال ماه رمضان 30 روز ماه شعبان کامل میگردد و حساب علم فلکی در این زمینه اعتبار ندارد. بر فرد روزه‌دار واجب است که در شب نیت روزه گرفتن نماید و یک بار نیت کردن در اول ماه مبارک رمضان کافی است. اگر معذوریتی که باعث ایجاد فاصله در میان روزه ها شود پیش نیاید که اگر این گونه گردد باید نیت روزه تجدید شود. فرض روزه عبارت است از خودداری و پرهیز از شکننده های روزه از طلوع صبح صادق تا غروب خورشید و کسی که به گمان پایان نیافتن شب و عدم طلوع صبح صادق چیزی بخورد و بیاشامد و همینطور کسی که به گمان غروب خورشید این کار را انجام دهد سپس متوجه گردد که دچار اشتباه شده است روزه‌اش صحیح می باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است همانا الله متعال از امت من اشتباه و فراموشی و آنچه را بر آنان اجبار شود بخشیده است. روایت ابن ماجه 2045 با تصحیح آلبانی.